تصویر کلی برای همه منطقه الان این هست، به رغم اینکه هیچ کس به نظر یا حداقل منابعی که من باشون صحبت کردم هیچ اعتمادی به این ندارن که امکان اصلا مذاکره به خصوص با وجود آقای ترامپ وجود داشته باشه، با وجود آقای نتانیاهو وجود داشته باشه، به خاطر تمام اتفاقاتی که قبلا افتاده. اما یک طرف دیگه واقعیت اینه که وضعیتی که درش قرار دارن قابل کنترل و قابل تحمل دیگه نیست. من یک مثال خیلی کوچیک میزنم. ما برای برگشتن از عراق به اینجا به بیروت مجبور شدیم خب زمینی 14 ساعت تا فرودگاه عمان در اردن بیایم و از اونجا پرواز کنیم به اینجا، ولی پروازمون هم هی به وقفه افتاد، چون دست کم در اون ساعتی که ما در فرودگاه بودیم 3 بار آژیر خطر به صدا در اومد، به خاطر اینکه خب صحبت از این بود که موشک‌ها یا پهپادهای ایرانی دارن از آسمان اردن عبور میکنن و این شرایطی که وجود داره یعنی واقعا میشه گفت بخش بزرگی از فرودگاه تعطیل بود. در بقیه کشورها هم وضعیت همین هست و همین لغو شدن پروازها خودش کوچکترین چیزی هست که داره اتفاق میفته که یک چرخه بزرگ رو داره تحت تاثیر قرار میده. تا چه حد واقعا این کشورها میتونن زیر بار این وضعیت برن یا چه تضمینی میتونن بگیرن که میتونن خسارات اقتصادی خودشون رو برطرف بکنن بعد از پایان جنگ. اینها همه فشار داره میاره روشون و اینکه در نهایت تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد. ترکیه تا الان به نوعی قصر در رفته از نگاه بسیاری از حملات ایران. حالا چند بار ادعا شد که حمله شده اما ایران تکذیب کرد، اما هیچ تضمینی نیست که به هر حال پایگاه آمریکایی‌ها اونجا مسئول بمونه. این چیزی هست که کشوری مثل ترکیه نگرانه، مصر نگران وضعیت خودشه، تا الان به نوعی قصر در رفته، اما میدونه که به هر حال یا از طرف اسرائیل یا از طرف ایران ممکنه تحت فشار قرار بگیره. میتونم بگم که تا این لحظه که من باهاتون صحبت میکنم من حتی یک پیام مثبت نشنیدم از منطقه که اعتماد داشته باشن به امکان این مذاکره.